یکی از چالشی‌ترین موضوعات همیشه برای جراحی بینی بحث سوراخ بودن تیغ بینی. یکی از چیزهایی هستش که تو این سالهایی که کار کردیم و دیدیم خیلی سخته و واقعا چیزی هستش که ترس ایجاد میکنه که اگر سوراخ تیغ بینی سوراخ بشه و خب پیش میاد. یعنی چی؟ شما خیلی وقتا نگاه میکنید داخل بینیتون شما دو تا حفره دارید، یه وسط یه دونه تیغ بینی است. نگاه کنید از این سمت نمیتونید این سمت رو ببینید، ولی برای کسایی که تیغه بینیشون سوراخ شده این سمت بینیشون رو نگاه بکنید اون ور رو میبینید، یا اگر نور بندازید میبینید اون سمت نور وجود داره، انعکاس نور، یعنی که تیغه بینیشون سوراخ شده. و خب جزء عملاییه که هیچ وقت نمیشه به قطعیت جواب بده. یعنی کسایی که تیغه بینیشون هم سوراخ با اینکه عمل سختی وضوح از دنده میخواد و شرایط خیلی خاصی داره، احتمال اینکه این پیوند بگیره 50-50 نمیشه. هیچ جراحی یا هیچ چیزی این جراحی رو انجام میده ازش که بگه 100% تیغه بینی برطرف میشه، چون واقعا میگم چون داره سوراخ شده. حالا تو این ویدیو من میخوام بهتون بگم چرا این اتفاق پیش میاد، چرا پیش میاد که سوراخ بینی سوراخ میشه. یعنی خب خیلی چیزیه که با خیلی کارهای خیلی کوچیک این اتفاق میفته. یعنی اصلا باورتون نمیشه با کارهای کوچیکی که ما انجام میدیم بزرگترین ضربه رو به بینی و ساختار بینی میزنه. اولین چیزی که باعث این اتفاق میفته و از زمان کودکی امکان پیش بیاد همین انگشت کردن تو بینی، همین دستی که شما داخل بینی میکنید ناخواسته فشار میاره، چون اندازه این سوراخ بینی از سوراخ بینیتون بزرگتره. وقتی این فشار میدید باعث میشه که این جداره فشار بیاد. وقتی این تکرار میشه پیش از اندازه باعث میشه این فشاری که میاریم تیغه بینی سوراخ میکنه. پس همین کاره امکان داریم اتفاقا براتون پیش بیاد. پس خیلی دقت کنید و مخصوصا به بچه‌ها توصیه کنید این کارو نکنن و کمتر انجام بدن، چون واقعا ناخواسته این کار انجام میشه. پس این مورد اول. مورد دوم، خیلی از بچه‌ها من این چیزهایی که تو این سال‌ها شنیدم و دیدم صحبت کردم تو زمان مدرسه مداد میکنن. مثلا یکی اومده بود میگفت با من مداد کرد، یعنی یه مداد یا خودکار کرده بود داخل بینیش. با این کار تیغه بینی سوراخ شده بود و صدای نفس کشیدن میاد، سود کشیدن میاد، خوب نفس نمیکشه، سردرد داره، خیلی دغدغه‌های زیادی با از بین رفتن این تیغه وسط بینی ایجاد میشه. پس مداد کردن، خودکار کردن، هر شی رو داخل بینی نکنید که بگید خب باشه من از این استفاده میکنم واسه اینکه این کار انجام بشه. مورد بعدی که خیلی بازم استفاده میشه همین گوش‌پاکن. خیلی با گوش‌پاکن داخل بینیشون تمیز میکنن. بین گوش‌پاکن سفته، درسته پنبه است روش ولی زیرش چوبه، یه چیزی سفتیه. این فشار میاره به تیغه. شما میخواین هر جوری شده تمیز میکنید، حالا یا خودتون یا مثلا مادرها برای بچه‌ها استفاده میکنن، اون فشار میاره اون تیغه. این هم امکان داره تیغه بینی سوراخ بشه. پس یه سری کارهای خیلی کوچیک دیدید، این کارهای کوچیک ناخواسته باعث میشه تیغه بینی سوراخ بشه. حالا یه سری موارد هست با این کارا نیستش. ورزشکارا، اونایی که مخصوصا بوکس کار میکنن، ضربات زیاد روی بینیشون میخورن، یا حتی فوتبالیست‌ها، ورزش‌های سنگین هم باعث میشه تیغه بشکنن چون ضربه شدیدی میخورن. با حالا یا دست، مچ، هر چی هست. اون حالت هم امکان داره تیغه بینی سوراخ بشه، ضربه محکم. و مورد بعدی که پیش میاد سوراخ بینی بازم تیغه بینی سوراخ بشه برمیگرده به تصادفات. کسایی که تصادف شدید میکنن این اتفاقات پیش میاد. یک سری چیزا رو واقعا نمیشه پیشگیری کرد، مثلا همون ورزش یا تصادف اینها که پیش میاد تیغه بینی سوراخ میشه. اون وقتی خب باید حضور برداشته بشه، شاید جراحی خیلی سخته و نیاز داره جراح سابقه زیادی داشته باشه که این مورد حل کنه. ولی یه سری کارهای کوچیکی که خدمتتون گفتم اگر اینها رو کنترل بکنید اصلا هیچ اتفاقی نمیفته، چون 90% شاید 95% آدم‌ها دچار اون معضلات خاص نمیشن مثل تصادف ورزش. همشون با این اشتباهات کوچیک، یعنی ناخواسته با رفتارها و کارهایی که میکنن تیغه بینیشون سوراخ میشه و خیلی اذیت میشن. از بحث تنفسی حالا اینها بمونه، بحث هزینه‌ای، بحث درمان، درد. پس تا جایی که امکان داره سری مسائل کوچیک رو در نظر بگیرید. به هیچ وجه تا جایی که امکان داره دست و بینیتون نکنید، از گوش‌پاکن استفاده نکنید. جسم خارجی مثل مداد، خودکار یا هر چیز دیگه، یا سری گوش‌پاکن‌های فلزی هستش که وجود داره که برای گوش و بینی استفاده میشه که اونم همینجور، از اونها استفاده نکنید.